کوروش بزرگ، پادشاهی که بسیاری اون رو به عنوان پدر ایران میشناسند، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و نظامیش زندگی خصوصی جذابی هم داشته که شاید کمتر کسی از اون باخبر باشه. از ماجراهای عاشقانه‌اش بگیرید تا اعتقادات مذهبی و سبک زندگیش. آیا میدونستید کوروش با چه کسی ازدواج کرده بود؟ آیا باورهای دینی کوروش در تصمیماتش نقش داشت؟ امروز قراره به زندگی خصوصی کوروش نگاهی بندازیم و حقایق جالب و کمتر شنیده شده‌ای رو با شما به اشتراک بذاریم. پس قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، خوشحال میشم که دکمه سابو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. زندگی خصوصی کوروش از جمله مباحثی است که شاید در مدرسه ها و کتاب های تاریخی زیاد به اون پرداخته نشده باشه، ولی واقعیت اینه که مثل هر انسان دیگه‌ای کوروش هم زندگی خانوادگی و شخصی داشت که بخش بزرگی از تصمیماتش تحت تاثیر اون بود. کوروش در دوران جوانی با کاساندان شاهزاده‌ای از تبار هخامنشی ازدواج کرد که این ازدواج نه تنها باعث تحکیم روابط خانوادگی و قبیله‌ای میان هخامنشیان شد، بلکه زندگی زناشویی کوروش و همسرش رو به عنوان یکی از تأثیرگذارترین زوجهای تاریخ تبدیل کرد و بسیاری از مورخان بر این باورند که کاساندان نفوذ زیادی در زندگی سیاسی کوروش داشت. کوروش دو پسر به اسم کمبوجیه و بردیا داشت که ارتباط میان این سه نفر موضوعی بود که بعدها در تاریخ تأثیر عمیقی گذاشت. کمبوجیه بعد از کوروش به قدرت رسید و بردیا هم برای مدتی ادعای سلطنت کرد، اما گفته میشه که کوروش همیشه رابطه متعادل رو با هر دوی اونها داشت و تلاش میکرد اختلافات رو مدیریت کنه. طبق منابع کوروش تلاش میکرد تا فرزندانش رو برای رهبری آینده ایران آماده کنه، هرچند که میراث اون بعدها به اختلافات داخلی منجر شد. شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید کوروش از نظر دینی که اعتقاداتی داشته. برخی از مورخان معتقدند که کوروش به آیین زرتشتی گرایش داشته، ولی این موضوع همچنان مورد بحثه. در هر صورت اون چی که مشخصه اینه که کوروش به آزادی مذهبی باور زیادی داشته و این رو میشه از منشور حقوق بشر کوروش برداشت کرد، جایی که اون به همه مردم و اقوام تحت حکومتش آزادی کامل مذهبی رو اعطا کرد. یکی از ویژگی‌های بارز شخصیت کوروش که در زندگی خصوصی و سیاسی اون تأثیر زیادی داشت، توانایی گوش دادن به دیگران بود. مورخان نقل کردند که اون به مشاوره‌های همسر و اطرافیانش توجه می‌کرده و این خصوصیت یکی از دلایل موفقیت اون در تصمیم‌گیری‌های بزرگ بوده. به عنوان مثال در زمان فتح بابل اون به پیشنهاد مشاورانش برای حفظ روابط با مردم بابل گوش داد و به این ترتیب از نابودی شهر جلوگیری کرد. یکی از موضوعات قابل بحث در رابطه با کوروش رابطه اون با زنان دربار بوده که در این باره داستان‌های زیادی گفته شده. طبق منابع کوروش همیشه با احترام با زنان دربار رفتار می‌کرده و جایگاه والایی رو برای اونها قائل بوده. برخلاف بسیاری از شاهان دوران باستان که زنان رو صرفاً به عنوان ابزار سیاسی یا مادی می‌دیدن، کوروش به ارزش اونها در عرصه‌های مختلف توجه به خصوصی داشته. در رابطه با دیگر علایق کوروش میشه از علاقه اون به طبیعت و کتاب گفت. کوروش علاقه خاصی به طبیعت و شکار داشته و منابع تاریخی این چنین بیان میکنن که اون وقت زیادی رو به سفرهای شکار اختصاص میداده و این سفرها نه تنها فرصتی برای تفریح و استراحت بوده، بلکه اون در این سفرها از طبیعت هم الهام میگرفته و برخی از تصمیمات بزرگ سیاسیش رو در همین سفرها اتخاذ میکرده. همچنین کوروش عاشق علم و دانش هم بوده و همیشه دربار خودش رو پر از دانشمندان و متفکران می‌کرده و به شدت به نوآوری و ایده‌های جدید علاقه داشته. این علاقه به دانش و مطالعه باعث شد که کوروش بتونه تمدنی رو بنا کنه که پایه‌گذار بسیاری از نوآوری‌های بعدی در تاریخ بشری بشه. در انتها یکی از موضوعاتی که همیشه هم مورد بحث بوده، نحوه مرگ کوروشه. برخی از منابع میگن
که اون در جنگ با ماساگت‌ها کشته شده، ولی روایت‌های مختلفی درباره مرگ اون وجود داره. در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که مرگ کوروش تأثیر عمیقی بر تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشته. نظر شما درباره شخصیت بزرگ و زندگی خصوصی کوروش چیه؟ فکر میکنید کدوم بخش از زندگی کوروش شما رو بیشتر تحت تأثیر قرار داده؟ حتما نظرتون رو برامون بنویسید. راستی اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب ندارید، حتما ما رو دنبال کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.